دوستان گلم، درود بر شما. مهدی نیاکان هستم با مکتب اپرا. امروز میخواستم راجع به صدای فالستو و صدای میکس توضیح بدم. در برنامه ووچ ویستا میخواستم نشون بدم بهتون که چطور وقتی ما فالستو میخونیم نوت‌های هارمونیک کمتری رو تولید میکنیم و وقتی صدای میکس یا صدای کامل میخونیم نوت‌های هارمونیک بیشتری رو تولید میکنیم. امیدوارم که ویدیوی قبلی راجع به صدای میکس و فالستو رو دیده باشید. در این ویدیو به صورت تصویری خواهیم دید که در برنامه ووچ ویستا چه اتفاقی میفته برای نوت‌های هارمونیک. تا اینجا میدونیم که موقعی که ما فالستو میخونیم فقط لبه های تارهای صوتی به ارتعاش در میاد، به خاطر همین نوت‌های هارمونیک کمتری داریم و وقتی صدای میکس میخونیم یا صدای کامل میخونیم تمام تارهای صوتی به ارتعاش در میان، برای همین نوت‌های هارمونیک بیشتری رو داریم. حالا بریم نگاه بکنیم ببینیم که در برنامه ووچ ویستا این اتفاق چطوری ثبت میشه. من اینجا کلید ضبط رو میزنم، یک فضای باز میشه. ببینید صحبت دارم میکنم، صدای عادی که دارم صحبت میکنم نوت اصلی رو مینویسه، بعد هارمونیکای نوتی هم که دارم صحبت میکنم رو مینویسه. الان سعی میکنم یک نوت لا رو با مصوت او اول فالستو بخونم، بعد تبدیلش میکنم به صدای میکس. زمانی که من اول او رو خوندم به صورت فالستو، این قسمت، پس من یه بار دیگه اینجا شروع کنم، این قسمت اون زمانیه که من دارم مصوت او رو فالستو میخونم و این قسمت زمانی که من دارم صدای میکس میخونم. این خطایی که میبینید نوت‌های هارمونیکی که در صدای من تولید میشه. اینجا رو ببینید، هارمونیک اول صدا که نوت اصلی هست اینجا تولید شده، هارمونیک دوم صدا که یک اکتاو بالاتره هم تولید شده. بقیه هارمونیک ها رو شما نمیبینید، یعنی ما تو صدا نداریم چون تارهای صوتی بسته نمیشه. حالا اینجا رو نگاه کنیم، هارمونیک اول تولید شده، هارمونیک دوم تولید شده، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم. تمام 8 هارمونیکی که حالا تا اینجا ثبت شده اینجا رو دارید میبینید. فقط هارمونیک چهارم و پنجم ضعیفه، یعنی هارمونیک چهارم و پنجم وقتی ما با صدای کامل بخونیم قوی‌تر از این خواهد بود. الان اینجا بریم هارمونیک ها رو یه بار شماره بندی کنیم با هم دیگه. ببینید این به این صورته، میریم اینجا تو این عددی که 0 زده یک رو میذاریم، این هارمونیک لای 3 رو زده ولی من لای 4 رو میخوام، میارمش توی لای 4. هارمونیک 2، هارمونیک 3، 4، 5، 6، 7، 8. این 8 نوت هارمونیکیه که توی صدای میکس من تولید شده، اما توی صدای فالستوی من ببینید وجود نداره. من یه بار دیگه اینو به جمع میکنم، تو صدای فالستو وجود نداره. یک بار بریم نوت‌های هارمونیک رو به صورت تنها بشنویم. میریم توی فیلتر، از این قسمت انتخاب میکنیم. اینجا الان نوت هارمونیک اول رو میشنویم. بریم نوت دوم هارمونیک رو بشنویم. وقتی میکس میشه چه اتفاقی میفته، وقتی فالستو چه اتفاقی میفته. حالا نوت سوم هارمونیک رو اینو خود جمعش کنم. نوت سوم هارمونیک رو ببینید توی مصوت او وقتی فالستو خوندم دیگه نیست. امیدوارم که بتونید بشنوید. بریم چهارمی رو انتخاب میکنیم، به خود دیگه جمعش میکنم. پنجمی رو انتخاب میکنیم. ششمی رو انتخاب میکنیم، یه ذره جمعش میکنم. تقریبا داره میشه صدا شبیه صدای سوت داره میشه. هفتمی رو انتخاب میکنم. و هشتمین هارمونیک رو همینجا انتخاب میکنم. که اگر اینو دوباره باز بکنم از اول بخوایم گوش بدیم تمام هارمونیک های صدا رو داشته باشیم، این 8 تا رو به این صورته.
حالا من سعی میکنم که نوت لا رو با صدای کامل بخونم. یه خود فاصله میگیرم از میکروفون. خب حالا هر سه تا صدا رو ما اینجا داریم. صدای فالستو که اینجا شروع میشه با این نوت لا، بعد صدای میکس، این صدای پره. ببین نوت‌های هارمونیکی که داره چه اتفاقی براش میفته. یه بار گوش بدیم تفاوتشون رو. ببینید هارمونیک 4 و 5 رو اینو ببرم بالاتر. این دوتا هارمونیک رو نگاه کنید. هارمونیک 4 میشه نوت لای 6 و دو دیز 7. ببینید توی صدای میکس چقدر ضعیفه، ولی توی صدای کامل چقدر قویه. یه ذره اینو من اینجوری بازترش کنم، اگر بشه اینجوری بازترش کنم که اینو ببندم جمع کنم با هم دیگه بتونیم هر سه تا رو ببینیم. هارمونیک 4 و 5 اینجا ببینید، اینجا رو نگاه کنید. بعد ببینیم هارمونیک 6 7 8 و تو صدای پر همینطوری میره بالاتر. هارمونیکای بالاتر رو هم ما داریم. این فرق بین صدای میکس، صدای فالستو و صدای پر و صدای تنین انداز، صدای کامل، حالا هرچی که اسمش هست. من حالا یک بار صدای میکس رو میخونم ولی یک مقدار کاملتر از این میخوام، یعنی سعی میکنم شبیه به خواننده های مکتب مدرن توی ماسک آواز بخونم. خب حالا بریم تفاوت بین صدای کامل و صدای تو ماسک رو نگاه کنید. ببینید فرق هارمونیکا رو نگاه کنید، قدرت نوت ها رو نگاه کنید. ببینید اینجا هارمونیک چقدر کوچیک‌تر از اینه. این صدای کامله و این صدای میکس. یه بار گوش بدیم. توی صدای حالا ماسک من سعیمو کردم که صدای ماسک بخونم. توی صدای ماسک ببینید این هارمونیکا این بالا نیست و این هارمونیک این وسط قدرتش کمتر از این هارمونیکه. که زمانی که کل دستگاه صوتی و تنفسی با هم هماهنگ بشه، اون عمق رو شما داشته باشید، حنجره پایین باشه، این اتفاق توی صدا میفته. ولی زمانی که حنجره بالا باشه، فوکوس روی ماسک باشه، این اتفاق میفته. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم که بتونه کمکتون بکنه تصویری اون چیزی که راجع به صدای فالستو، صدای میکس و صدای کامل، صدای توی ماسک حتی ما صحبت میکنیم راجبش، امیدوارم که اینجا توی تصویری هم دیده باشید که چه اتفاقی میفته. لطفاً اگر توی یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید، کامنت بذارید. اگر سوالی دارید حتما جواب میدم به کامنت ها. پیج اینستاگرام مکتب اپرا رو هم حتما فالو کنید، لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. مرسی از همتون، دوستتون دارم.